این برنامه شما عزیزان تماس مستقیم که در این برنامه عزیزان بیننده از طریق شماره واتساپی که زیرنویس شده است و در اعلان هم وجود دارد شما عزیزان می توانید تماس بگیرید و دلگفته های خودتان رو با ما در میان بگذارید و در مورد موضوعات مختلفی که در طی هفته گذشته در جهان اسلام روی داده میتونید که صحبت بکنید. این برنامه شما عزیزان هست، منبری است آزاد برای عزیزان بیننده و انشاءالله سعی خواهیم کرد در طول برنامه به سوالات شما عزیزان و تماس های شما انشاءالله گوش بدیم و تا حد امکان بتوانیم پیام های شما عزیزان رو هم داشته باشیم. همچنین کسانی که تماس برایشون میسر نمیشه یا به خاطر تراکم تماس ها نمیتوانن موفق نمیشن که زنگ بزنن، میتوانن به همین شماره واتساپ برای ما پیام صوتی بگذارن. در برنامه هفته آینده ما پیام شما عزیزان رو انشاءالله پخش خواهیم کرد و اگر سوالی استفساری داشته باشید انشاءالله پاسخ خواهیم داد. دوست عزیزی پیامی فرستاده که با هم میشنویم و همچنین شماره تلفن برنامه را عزیزان زیرنویس کردن و میتوانید از طریق شماره تلفن برنامه که شماره واتساپ هست برای تماس گرفتن اول باید این شماره رو حفظ بکنید، مثلا به اسم ندای حق میتونید شماره رو حفظ بکنید و بعد از اون امکان تماس گرفتن برای شما عزیزان میسر خواهد شد. سلام و عرض ادب به خدمت شبکه تلویزیونی ندای حق. انشالله که همه شما صحت و عافیت داشته باشین. خیلی خرسند و خوشحال هستم از اینکه چیزهای واقعی و چیزهای حقیقت از این شبکه برای مردم جلوه داده می شود و تشکر از مدیریت این شبکه. واقعا هم مردم راه حق را دریافتن الحمدلله. خصوصا این شبکه را اکثر برادرها دنبال میکنن، هم از اهل سنت و اهل تشیع. کسایی که در راه ضلالت بودن الحمدلله میتوانن با دنبال کردن این شبکه راه حق را دریابن. تشکر یک جهان سپاس. بنده محمد نسیم حامدی اهل افغانستان است. تشکر میکنیم از محمد نسیم برادر عزیز بزرگوار. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکند و این شبکه و همه شبکه هایی که به خاطر حق و به خاطر توحید و به خاطر دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی تأسیس شدن، هدف ما ادای وظیفه است. هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. الله متعال میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت به دست تو نیست، کسی را که تو دوست داری نمیتوانی هدایت بکنی، بلکه این الله سبحانه و تعالی است که انسانها رو هدایت میکند به راه راست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. محمد انصاری. بله بفرمایید. احوال شما؟ سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. خیلی دوست دارم آقای انصاری. سلامت باشید. الله متعال شما را دوست بدارد و سعادت دنیا و آخرت نصیبتان نماید. جزاک الله خیر. اون روز و چیز مناظره دیدم با جاوید حنفی. استاد محترم شما چرا با این جاهل مصاحبه میکنی؟ یا مناظره میکنی؟ اون جاهل است. درست. نه ایشان خیلی ادعا کرده بودند در جمع دوستان خودشان در گروه های مختلف که ما آماده هستیم مناظره بکنیم و حقانیت خودمان را اثبات بکنیم. ما همین فرصت و مجال رو دادیم و الحمدلله یعنی حق و حقیقت برای کسانی که شاهد این مناظره بودن آشکار شد. پنج وقت نماز دعا برات میکنیم که مثل شما وری عالمای حق برات خدا به دنیا زیاد به دنیا مادرای ما بیا مثل دوار بچه ما سرم 6 اکتبر به دنیا اومده. ما هر روز دعا میکنیم که بچه ما مثل محمد انصاری وری عالم بشه. سلامت باشید، سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه برادر عزیز. آره مستقیم دوستی دارم. میخوام نمبر شخصی با ما بدی که ما باید با فرانسه بزنم. من خیلی دوستی دارم.
انشالله پس من شماره شما رو یادداشت میکنم. دوستان عزیز انشالله شماره شما رو در اختیار من قرار بدن، حتما انشالله در تماس خواهیم بود. آقای انصاری اگر تو خونی ما بخواهی ما در خدمت شما هستم. سلامت باشید، بزرگوارید. الله متعال به شما طول عمر و سعادت دارین نصیب کند. عقیده ما کفر بود قبلا، یعنی همین 10 سال میشه که ما تمام ویدیوهای شما را ما فالو میکنیم. همین عقیده ما قرآن و سنت شد الحمدلله با یاری شما. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. زنده باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتان کند. حتما ما منتظر هستم یک مسیج برای ما بزن. ما خیلی دوستی در ما بقیم شخصی باز کار دارم. بسیار خوب، حتما انشالله، حتما انشالله برادر عزیز. یعنی خیلی دوستی دارم، خیلی سلامت باشید. باشید. ما میبینیم ما خوشحال میشیم. سلامت باشید، انشالله در خدمت خواهم بود برادر عزیز. زنده باشید. انشالله ما منتظر هستیم که هر فردا پس فردا این هفته هر وقت کرد یک زنگ برای ما شخصی بزن. انشالله. بیافتم من که من خودم صفرش کنم، من زنگ میزنم شخصی کار دارم. خیلی انشالله 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 حتما برادر عزیز. سلامت باشید. علی چیز است، لایف است نه؟ بله لایف است، بله زنده است. بله تو فقط همون شماره ما یادداشت کو، زنگ بزن برای ما. خوب با واتساپ یک مسیج که شماره ما شماره تو را ثبت کنم. مطمئن باش به هیچ کس هم نمیدم، اینم تا روز قیامت برات وعده میدم. اگر زنده باشیم سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه. زنده باشید برادر عزیز، زنده باشید. سلامت باشید. جزاک الله. سلام برسونم تمام دوستان. علیکم السلام. زنده و سلامت باشید. الله متعال حفظتان کند. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی و از لطف ایشان. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. صدات خوب بودی ان شاء الله استاد انصاری. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. از تاجیکستان هستم برادر. خواستم با شما کمی صحبت کنم. بفرمایید، در خدمت هستم برادر عزیز. اولا که استاد عزیز در وقت خیلی هم مقصد جاهلیت و گناه های مقصد بزرگ دست دادیم، با هدایت الله سبحانه و تعالی و با دعوت شما خیلی مقصد برای راست حاضر انشاءالله هستیم. الحمدلله. یک وقت همین ابو محمد مدنی رو مقصد گوش میکردیم و دیدیم که مقصد در راه یکی است که مقصد تمام مردم او کافر میداند، مشرک میداند. من مدتی است که یک ماه یا 2 ماه میشود شما رو گوش میکنم و خیلی چیزها رو انشاءالله فهمیدم و مردم است که برادرانی هستند که تاجیکی که مقصد همین محمد مدنی رو گوش میکنن در وقت جاهلیت، بگیم او رو گوش میکنن و به منهج اونها هستند. التماس میکنم یک نصیحت میکنید که مقصد تا که برادران ما یک راه درست را انتخاب کنند. انشاءالله برادر عزیز. الله برکتتان بدهد استاد عزیز. زنده و سلامت باشید. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکند، به ثابت قدم بدارد. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوار. انشاءالله در این مورد صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری. بله بفرمایید. الحمدلله که چیزا میسر شدیم تماس با شما برقرار شد، چون که چند برنامه از تلاش میکنم که با شما هم صحبت شوم. بله در خدمت هستم برادر عزیز، بفرمایید. تشکر استاد. ما برادران تاجیک در روسیه هستیم، یک سوال‌های داشتیم، اگر لطف میکرد جواب میگفتید. بفرمایید برادر عزیز. استاد در همین حالتی نماز خواندن، وقتی من نماز میخونم من با دوی فکرم پیغام سوی دیگه میرود. همین
احساس میکنم که چیزی از داخل با من وسوسه میکند که تو نمازت رو اثر خوان، تو خطا کردی. عموما در نماز من شک شبهه بسیار میشود. من در همین حالت گویم چند رکعت نماز که میخونم با سجده سهو میخونم، آیا درست است همین نماز من؟ یعنی فکر میکنید که اشتباه کردید در نماز؟ بله فکر میکنم اشتباه کردم، ولی در اصل گویم با فکر من که من اشتباه نمیکنم، از درون چیزی من فکر میکنم که مرا با شک شبهه میاندازد. باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز، در این مورد صحبت میکنم. گوش استاد، یه سوال دیگر داشتم اگر لطف میکردید. بفرمایید. این حال در روسیه نماز عصر وقتی که آغاز میشود تا نقطه شدن آفتاب ما میتونیم که نماز عصر رو خونیم، چون که وقتی که نماز عصر میشود بعد یک ساعت ممکن بعد یک نیم ساعت پس بعد آفتاب بعد میشود که تا نقطه شدن آفتاب ما نماز عصر رو خونیم. باشه، در این مورد هم صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر استاد. یک دعایی در حق ما میکردید چون که مشکلی بسیار داره، ما جوان هستیم. الله سبحانه و تعالی مشکلاتتان را آسان بکند و سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت برایتان آرزو میکنم برادر عزیز. تشکر استاد. زنده باشید، سلامت باشید. برادر عزیز بزرگواری که در مورد تکفیری ها ابو محمد مدنی و غیره صحبت کرده بودن، من بارها در این مورد مفصل صحبت کردیم و بیان کردیم که الله سبحانه و تعالی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را یک امت وسط قرار داده است. و جعلناکم امتا وسطا. وسطیت و اعتدال یکی از صفات امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و الله سبحانه و تعالی یهود و نصارا و دشمنانی که در دین مبین اسلام بودن رو، اینا رو در چندین جای قرآن کریم خاصا در مورد اهل کتاب اینها رو تنبیه میکنه که لا تغلو فی دینکم، غلو و افراط نکنید در دینتان. یکی از اسباب بدبختی امتهای گذشته چی بود؟ افراط در دین بود، افراط از حد گذشتن. به طور مثال سوالی بپرسم از شما عزیزان، اگر در بین یهود و نصارا زندگی کردید، مثلا در کشورهای اروپایی زندگی کردید، دیدید که مسیح عیسی علیه السلام را که انه خدا میپرستن. بعضی از فرقای، اکثر فرقای مسیحی خدا میدانن و اونایی هم که خدا نمیدانن در حد پرستش به او احترام قائل هستن. این غلو است. این همون غلوی است که الله سبحانه و تعالی از آن منع کرده. لا تغلو فی دینکم، در دینتان غلو و افراط نکنید. آیا شما فکر میکنید یهود و نصارا از سبب دشمنی با عیسی علیه السلام او را خدا خواندن؟ نه خیر، به خاطر محبت، به خاطر محبتی که به عیسی علیه السلام داشتن، عیسی علیه السلام را به مرتبه خدایی رساندن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. کافر شدن کسانی که گفتن که خدا سه تاست، هم خدای پدر است، هم خدای پسر است که عیسی علیه السلام است و هم روح القدس است. اینا را هر سه رو خدا خواندن. غلو و افراط انسان رو تباه میکنه، انسان رو به جهنم میکشانه، انسان رو گرفتار عذاب الله سبحانه و تعالی میکنه. مثلا شیعیان، آیا فکر میکنید شیعیان دشمن علی هستن؟ دشمن اهل بیت هستن؟ نه خیر، عموم شیعیان، اونایی که مؤسسین و کسایی که این مذهب رو طرح کردن در صدر اسلام، اونا در این شکی نیست که دشمنای اسلام بودن. عبدالله بن سبع یهودی یک یهودی بود که آمد از باب غلو و افراط در محبت اهل بیت وارد شد و امروز میبینیم که شیعیان واقعا اهل بیت رو دوست دارن، یعنی دوستی بیش از حد. به خاطر همین
حضرت علی رو به درجه خدایی رساندن. نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خواند. نمیدانم در حیرتم که چی گویم شه ملک لافتا را. کفر است. خدا نیست، بشر نیست، پس چی است؟ این غلو و افراط ملت ها رو تباه و برباد کرد و یکی از اسباب به وجود آمدن فکر تکفیر در صدر اسلام در زمان، یعنی بروز این فرقه در چه زمانی بود؟ در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. خوارج یا همین تکفیری های صدر اسلام شیعیان علی بودن. وقتی که حضرت علی به حکمیت در جنگ صفین تن داد و حکمیت را قبول کرد، اینا آمدن به آیه قرآن استدلال کردن. مثل که امروز تکفیری ها میبینید هر کسی رو بخواین تکفیر بکنن، لا حکم الا لله. اینا هم گفتن که خداوند در قرآن گفته لا حکم الا لله، حکم فقط از آن الله هست، الله هست که حکم میکند. این علی کافر شده علیاذ بالله. چرا؟ چون که یک حکم تعیین کرده که حکم بکند در بین مسلمانان، در حالی که حاکم الله هست، حکم کننده الله هست. ببینید برداشت اشتباه از آیات قرآن. قرآن حفظ داشتن، اهل قرآن بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در صفتشان میگویند که اینها، یعنی همین تکفیری ها، خوارج که هستن، قرآن میخوانن، یقرؤون القرآن، قرآن میخوانن، ولکن قرآن از حنجره اینها پایینتر تجاوز نمی کند. چرا؟ فقط صدای خوش دارن. ببینید این مناظرین تکفیری اینها رو مثل ابو محمد مدنی غیر چطور با قلقله و با تجوید آیات قرآن رو تلاوت میکنن، اما این حکم این آیات رو به غیر ما انزل الله برای مردم اجرا میکنن. ما نمیگیم در اسلام تکفیر نیست، در اسلام هست. وقتی یک عده از اعمالی هستن که نواقض اسلام هستن، سبب کفر میشود. یعنی نه به اون حدی که بعضی حالا جدیدن یک مذهب جدید اختراع کردن، متاسفانه بعضی از علما و دعوتگران هم گرفتار شدن، که هیچ کس در دنیا کافر نیست. یهود و نصارا هم کافر نیستن، هیچ کس کافر نیست، همه خداپرست هستن. خب مسلمان هستن، نه مسلمان نیستن، کافر هستن، نه کافر هم نیستن. مثل همین عقیده یهود و نصارا که نصارا میگن که خدا سه تاست، بعد که باشون صحبت میکنه نمیگه خدا یکیست، اما سه اقلیم است. این سه اقلیم کی است؟ عیسی است. خب این شد یک. بعدش کی است؟ پدر است. پدر کی است؟ پدر کسی است که با مریم همبستری کرد و از او عیسی به دنیا آمد، والعیاذ بالله. یعنی عقیدهشان تقریبا همین معنی رو میده. روح القدس کی است؟ اون یک موجود عجیب غریب دیگه است که نه پسر است و نه پدر، یک فرشته ای است که منظورشان جبرئیل علیه السلام است. بعد میگن نه این سه تا یکی است. خب چطور امکان داره؟ مثلا من اینجا بگم این قلم است، این لیوان است، اینم یک دفتر است. خب هر انسانی متوجه میشه که این سه چیز جداگانه است، سه چیزی که سه صفت جداگانه ای دارن. یکیش لیوان است، یکیش قلم است، یکیش دفتر است. بعد به شما بگم که بینندگان عزیز این سه تا یکیست. خب هیچ عقل سالم این را قبول نمی کند. این افراط است، افراط در دین. عده‌ای هم آمدن از دم همه رو تکفیر کردن. هر چه مسلمان است امروز در روی زمین همه کافرن. غیر از کی مسلمان است؟ ابو محمد مدنی و ابو فلان و ابو علان، 4 تا ابو کی هستن، امینا مسلمان، بقیه همه کافرن. چرا کافرن؟ لا حکم الا لله. اینا به غیر ما انزل الله حکم کردن. خب چطور شده؟ چون که اینها مثلا در فلان حکومت هستن کافرن، چون که اون حکومت کافره، چون اینا در سایه اون حکومت زندگی میکنن کافرن، چون که تابعیت اون حکومت را دارن کافرن. از یک دم همه رو کافر گفتن. این غلو است، این افراط است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از او منع کردن. ما پیامبرمان را صلی الله علیه و سلم در حالی که از موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و از همه انبیاء الهی علیهم السلام سیدنا و حبیبنا محمد صلی الله علیه و سلم برتر هستند. این عقیده همه مسلمان هاست. اما هیچ وقت در حق غلو نمی کنیم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآنی که از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما نازل شد ذکر شده که انا بشر مثلکم، من یک بشری مثل شما هستم.
بشر هستم. پس همین آیه ثابت میکنه که رسول صلی الله علیه و آله و سلم نه مرتبه ربوبیت دارد، نه مرتبه الوهیت دارد، بلکه یک بشری است مثل ما. فقط صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که الله متعال ایشان را به مقام خاتم الانبیایی، به مقام رسالت، به مقام که وحی الهی بر ایشان نازل شده و ایشان را شرف بخشیده است نائل گردیدند. در حق ایشان غلو نمی کنیم، افراط نمی کنیم، به قبرشان سجده نمی کنیم، در اعمال شایسته خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم متوسل نمی شویم. غلو و افراط سبب بربادی دین انسان هست. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند هلک فی رجلان محب قال و مبغض قال. دو شخص در مورد من به هلاکت رسیدن، یکی آن محبی که در حق من غلو کرد و دیگر آن دشمنی که در دشمنی من افراط کرد. عده‌ای آمدن گفتن علی کافر شده، به عده‌ای آمدن گفتن که علی نمیدانم قبل از انبیا بوده، علی با خدا بوده، در پشت پرده صدای علی بوده، نمیدونم حرف خدا بوده و زبان علی بوده و هزار یک کلماتی که انسان رو به کفر و به شرک میکشاند. پس در اسلام کفر هست، تکفیر هست. کسی که نواقض اسلام را انجام بدهد، کسی که منکر ارکان اسلام، ارکان ایمان شود، کافر است. کسی که به الله سبحانه و تعالی شرک بورزد کافر است. کسی که غیر از الله سبحانه و تعالی کسی رو معبود و رازق و یاری دهنده خود بداند کافر است. کفر در اسلام هست. کسی که قوانین وضعی بهتر از قرآن، بهتر از سنت، بهتر از قوانین الهی بداند کافر است. اما نه اینکه به خاطر یک شک و شبهه‌ای همه مردم رو کافر بدانیم. همین کاری بود که خوارج در صدر اسلام کردن. به خاطر برداشت ناقصشان از یک آیه قرآن آمدن چیکار کردن؟ همه مسلمان ها را تکفیر کردن، صحابه را تکفیر کردن، سیدنا علی را تکفیر کردن. و اونا بدبخت ها فکر می‌کردن که رضایت الله سبحانه و تعالی در این کاری است که اونها انجام میدن. حتی این کسی که شعری رو در وصف این شخص، حتی یکی از خوارج بیان می کند، شما تصور کنین که این شخص عبدالرحمن ابن ملجم کسی است که حافظ قرآن بوده، فقیه بوده، عالم بوده، انسان خیلی متقی و پرهیزگار بوده. یکی از شعرای خوارج در بیان او چی میگه؟ یا ضربة من التقی ما اراد بها، ای ضربه‌ای از انسان تقی که هدف او این بود که الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا، هدفش این بود که به باغ‌های بهشت زیر عرش الله سبحانه و تعالی برسد. اینی لاذکره حینا فاحسبه، من همیشه که او را یاد میکنم، یعنی عبدالرحمن ابن ملجم را، او را چنین میپندارم که اوفى البریة عند الله میزانا، که بهترین انسان، شریفترین انسان در نزد الله سبحانه و تعالی محسوب میشود. این شعری است که در وصف ابن ملجم، قاتل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، یکی از شعرای خوارج گفته. علی رو، داماد رسول الله رو، بهترین مهاجرین و انصار رو، سید اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میکشه، پدر حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو میکشه. بعد این میشه بهترین و متقی ترین و پرهیزگارترین انسان. این چی است؟ این غلو است، این افراط است که متاسفانه این خوارج در صدر اسلام مرتکب شدن و پیروانشان امروز هم در جان مرتکب میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف اینا چی میگن؟ یقتلون اهل الاسلام و یترکون اهل الاوثان، اهل اسلام را میکشن،
بتپرستا مشرکین را میگذارند. از روزی که اینها در جهان اسلام ایجاد شدن، شما تصور بکنید اینها چند تا راهب رو کشتن، چند تا سرباز آمریکایی رو کشتن، چند تا یهودی رو کشتن، چند تا کافر رو کشتن، غیر از مسلمان کشی در عراق و سوریه و در لبنان و حتی در فیلیپین و حتی در افغانستان. مگر کار دیگری داشتن اینها؟ غیر از برادر کشی، غیر از مسلمان کشی. چرا؟ میگن اینا منافقن. مسلمان ها میگن اینا منافقن، اینا مرتدن، اینا در اسفل السافلین هستن، مرتبه اینها از کفار هم پایین تر است، به خاطر این ما با کفار کار نداریم، اول باید اینا رو بکشیم. مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه رو کشتن، کسی که آمریکا با او دشمن بود، اسرائیل با او دشمن بود. امروز شما یک کلیپشو، اسمش رو در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام اینجا بنویسید، صفحتون رو بلاک میکنه. بعد مسیج هم برای شما میده که به خاطر اینکه ذکر یک شخصیت به اصطلاح تروریستی و فلان و چیز رو کردید، صفحه شما رو بستیم. دشمنیش که با روافض که همه آشکارا دیدن، شنیدن. این شخص رو اینا تکفیریای داعش میاد ترور میکنه، بعدش هم چی میگن؟ یک کافر منافق مرتد رو کشتیم. اینها در طول این 10-20 سالی که اینها قوت گرفتن، غیر از خدمت به امریکا، خدمت به اسرائیل، خدمت به روافض، کار دیگری در کشورهای اسلامی کردن. اینها سبب بسته شدن هزاران مؤسسه اسلامی، دعوی، مساجد، مراکز اسلامی شدن. و از این خدمت بالاتر و بهتر برای یهود و نصارا، برای دشمنان اسلام کسی دیگه میتوانست انجام بدهد که اینا انجام دادن؟ پس جوانان عزیز، فریب اینها رو نخورید. چه تعداد از جوانان تاجیک رو بردن از طریق اینترنت، از طریق وسایل تواصل اجتماعی فریب دادن، بردن. امروز چیکار کردن با آنها؟ کجای دنیا رو فتح کردن؟ غیر از اینکه بیچاره‌ها رو کشتن. جوانهای متقی، و من باز هم تکرار میکنم، جوانهایی که فریب اینها رو خوردن و به اینا پیوستن، جوانهای پاک و با احساس و دینداری بودن که درد دین داشتن، هدفشان فی سبیل الله بود، اما فریب این گروه رو خوردن، فریب دسیسه‌های اینا رو خوردن و قربانی برنامه‌های شوم استخباراتی کشورهای کفری شدن. 20 سال در افغانستان یک عملیات اینا انجام ندادن. در 2 ساله که در افغانستان امنیت آمد، حالا بعضیا جبهه میگیرن که آی انصاری از طالبان دفاع میکند. دفاع نیست برادر عزیز. طالبان آمدن امروز حکومت رو در افغانستان گرفتن، امنیت رو برقرار کردن. یک حکومت واحد فعلا هست. ملوک الطوایفی نیست، جزیره های قدرت نیست، حزب و حزبازی نیست. 20 سال 41 کشور کفری در افغانستان بود، صدای اینا در نیامد. یک عملیات هم انجام ندادن. روزی که اونا از افغانستان خارج شدن، جهاد اینا شروع شد. با کی؟ با مسلمان ها. علما رو بکش، دعوتگران. در 3 سال اخیر که فعالیت های اینا قبل از سقوط جمهوریت شروع شده بود توسط امنیت ملی که توسط آمریکا مستقیما اداره میشد در افغانستان در زمان جمهوریت، فعالیت های اینا شروع شد. بیش از 1300-400 عالم و دعوتگر دینی رو اینها ترور کردن. از که خدمت بیشتر برای یهود و نصارا کی میتواند انجام بدهد؟ برادر عزیزمان در مورد شک و وسوسه در نماز صحبت کردن و فرمودن که سجده سهو میخوانند. برادر عزیز، یکی اشتباس. مثلا کسی فکر میکند که در نماز مرتکب اشتباهی شده، مثلا در تشهد ننشسته، یا که مثلا یک عملی رو، یکی از واجبات رو در نماز ترک کرده. در این حال چیکار میکنه؟ سجده سهو میکنه، اگر یقینش بر این باشه که این عمل رو ترک کرده.
یا اشتباهی رو انجام داده. اشتباهی رو انجام داده که جز ارکان نماز نباشه. مثلا کسی رکنی از ارکان نماز رو ترک بکنه، طبیعتا نمازش کامل نیست، باید دوباره اعاده بکنه. این رو بهش میگن سهو، بهش میگن اشتباه. یک چیز دیگه است، بهش میگن وسوسه. اگر انسانی دچار وسوسه در نماز میشه، وسوسه یعنی که ظن غالب ندارد، گمان غالب ندارد، متیقن نیست، وسوسه است. گاهی میگه والا این کار انجام دادم، گاهی میگه انجام ندادم. این عمل شیطان است که انسان را در نماز دچار شک و وسوسه می کند و انسان را اون حضور قلبی که به انسان دست داده است، اون قربتی که انسان نسبت به الله سبحانه و تعالی حس می کند رو از بین ببرد. مثلا در رکوع باید این به فکر این باشد که من وقتی که میرم در رکوع میگم سبحان ربی العظیم، عظمت و جلال الله سبحانه و تعالی رو به یاد خود بیارد که در پیشگاه چه ذات بزرگی، در پیشگاه چه ذات قدرتمندی تو سرتو خم کردی، رکوع کردی. وقتی که به سجده میره میگه سبحان ربی الاعلی، در اینجا اون مرتبه بلند، اون عظمت قدرت و اون جبروت الله سبحانه و تعالی رو به یاد بیاره. و وقتی که می ایسته در پیشگاه الله سبحانه و تعالی، در پیشگاه خالقش، در پیشگاه رازقش، سوره حمد رو میخوانه طوری انسان احساس به خودش داشته باشه که انگار داره با الله سبحانه و تعالی صحبت میکنه. وقتی که شما میگید الحمدلله رب العالمین، الله سبحانه و تعالی در پیشگاه ملائکه در اونجا چی میگه؟ حمدنی عبدی، میگه بنده من مرا سپاس گفت، مرا حمد گفت. وقتی میگه الرحمن الرحیم، الله سبحانه و تعالی مجدنی عبدی، بنده مرا به بزرگی یاد کرد. این احساس و عواطف رو انسان باید در انگام نماز در مقابل الله سبحانه و تعالی داشته باشه. شیطان به خاطر که شما را از این جو خارج بکنه، شیطان که دشمن انسان هست، هرچی که شما به الله نزدیکتر میشوید، شیطان بیشتر سعی میکند شما را از الله متعال دور بکند. این همه وسوسه های دیگر کرد، کامیاب نشد. شما رفتید الله اکبر به نماز ایستادید، اینجا از باب دیگر داخل میشود. اینجا چی میگه؟ اینجا رکعت رو اشتباه کردی، اینجا نمیدانم سوره حمد رو خواندی یا نخواندی، اینجا نمیدونم ذکر رکوع رو کردی یا نکردی، تو اصلا رکوع کردی یا نکردی، سجده کردی یا نکردی. 4 رکعت نماز میخوانید، یه وقت متوجه میشید که 4 رکعت نماز به همین وسوسه ها گذشته. نه ذکر خدا بوده، نه قربتی حاصل شده با الله سبحانه و تعالی، و نه اون به اصطلاح حالتی که انسان خودش رو در ملکوت الله سبحانه و تعالی احساس بکنه، اون حالت به انسان دست نداده. سبب چی بوده؟ همین وسوسه شیطان. به همین دلیل علما میگن که شیطان مخصوصی است که چه در وقت نماز و چه در وقت وضو انسان رو وسوسه میکنه. بعضیا رو دیدید، من دوستی داشتم که دچار همین وسوسه بود. شما اگر 10 بار وضو میکردید، او تازه 1 وضو کرده بود. میگفت که مثلا صورتمو که میشورم، میگه یادم تو مزمزه نکردی، استنشاق نکردی، دستاتو نشستی، پس دوباره اثر شروع میکردم. پا رو میخواستم بشورم، یا وسوسه میشدم که والا صورتمو نشستم، یا نمیدونم گوشم مس نشده، سرم مس نشده، دوباره وضو رو اثر شروع میکرد. این کار شیطان است. تا حد این کار رو انجام میداد که باور کنید روز شده که نماز جماعت تمام شده، ما از مسجد خارج شدیم، این از وضوخانه آمده بیرون. چرا دیر کردی؟ والا چیکار کنم، این وسوسه وضو. این شیطان مخصوصی است در اینجا، در نماز همچنین. پس به این شکوک و وسوسه هایی که از حد میگذره اصلا توجه نکنید. مثلا نمازتون رو خواندید،
وسوسه کرد به شما که نمیدونم این ذکر رو کردی، اینو نکردی، این کار انجام دادی، اصلا توجه نکنید، اصلا هیچ محلی بهش نگذارید. یک بار دو بار استغفر الله العظیم بگید، استغفر الله العظیم بگید، اصلا محلی بهش نگذارید. 2 بار 3 بار، بعد از 10 12 بار تکرار این وسوسه دور میشه از شما. استغفر الله بگید، تمام، بگذارید از این. وارد این شک و وسوسه نشوید و الا روزگارتان رو سیاه میکنه. هیچ لذتی از عبادت نمیبرید. برادر عزیز نوشتن اوقات در نماز عصر رو تا وقت غروب آفتاب. ببینید اصل بر این است که نماز باید در اول وقت خوانده شود. ما یکی اول وقت داریم، یکی آخر وقت داریم. در بعضی از نمازها تاکید بر این است که در اول وقت خوانده شود، مانند نماز عصر، چون هرچه به وقت غروب آفتاب نزدیکتر میشوید وقت اوقات نهی نماز خواندن و سجده کردن نزدیکتر میشود. به خاطر همین نماز عصر رو بهتر است که در اول وقت بخوانید. مثلا در بعضی کشورها بین عصر و مغرب وقت بسیار کم است، خاصا در بعضی از کشورهای اروپایی 1 ساعت وقت است. مثلا اذان داد بخوانید. اگر مشکلی بود، فرصت نشد، فراموشتان شد، تا لحظه که اذان مغرب داده شود، یعنی آفتاب غروب بکند، شما می توانید نماز قضایی رو، عصر رو بخوانید. اوقاتی که نهی شده هست شامل نمازهایی که قضا شده یا نمازهایی که باید خوانده بشه فروض نمی شود. مثلا شما تا آخرین لحظه که به اصطلاح وقت طلوع آفتاب هست و اون سرخی نمودار میشه در افق، شما میتوانید نماز صبح رو بخوانید اگر در خواب مانده بودید، اگر که دیر شده بود. و همچنین نماز به مجرد اینکه آفتاب غروب کرد، بعد از اون دیگه نماز عصر رو نباید بخوانید، چون الان وقت نماز مغرب شروع شده است. این رو در اوقات نماز در نظر بگیرید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد عزیز سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمتر هیجان داشته بودم، سلام هم نکردم. یک بار دیگر عرضی سلام میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک چند سوال های دارم، برای من خیلی مهم هستند. میخواستم با آنها قدر امکان پرتر جواب دهید. و سوال اولی من این است که من خدا کمتر شناس کنم، من یکی از جوانان تاجیک می باشم از تاجیکستان و فعلا در خارج از کشور قرار دارم. و سوال من چنین است استاد، یعنی من همچون جوان مسلمان چه مسئولیتی دارم؟ بله. چه مسئولیت هایی دارم؟ و دومین سوال من این است که استاد عزیز، یعنی یکی به دیگری وابسته تر است، از پیش خودم گپ بزنم، کدام راه را در زندگی انتخاب کنم؟ مثلا در نزد خود بسیار راه ها را میبینم، من گفتم میگذارم استاد عزیز، بعد یک جای پاسخش رو میداده. اولین راهی که در نزد خود، یکی از راههایی که در نزد خود میبینم با حس مسئولیت، یعنی از این یکی از وریانت ها هست که با وجود این حالت سیاسی که در تاجیکستان است، یعنی اولین راه این با سیاست کار گیرم و این در این گویم بازی های سیاسی یا این کارهای سیاسی داخل بکنم و یک حصه خود را گذارم. راه دیگر این است که به سایه روم، یعنی به سایه از این سیاست ها و کارهای دنیایی، مسئله های دنیایی بیرون روم و علم توحید، علم دین را آموزم و بعد کسب علم آن را به دیگران آموزم.
یعنی این راه دومین است که برای من در پیش است. و سیومین راه است که سلاح گیریم و جهاد کنیم با ظالمان خود. این همچون در این یکی از وریانت ها هست استاد. و چهارمین راه را در پیش خود میبینم ما جمع کنم فاند های خیروی تشکیل کنیم و به خیرات مشغول شویم. و پنجمین راه این است که هجرت کرده فقط از پشت عائله و زندگی خودم شده روم. یعنی با هیچ چی کار نگیرم، فقط فکر خودم، فکر دنیای خودم، فکر آخرت خودم و هجرت کنم تا زندگی خودم رو بهتر کنم. استاد عزیز پاسخی از این دو سوالی من بود. اگر متوجه شدین من چشم در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. هر سوال شما یک برنامه 2 ساعته میخواهد برادر عزیز. استاد عزیز برای ما این خیلی ضرور است. برای جوانهای صحبت میکنم تاجیکستان همچون نسل استاد عزیز چی مسئولیت داریم؟ یک نسل جوانی تاجیک ما چی مسئولیت داریم که ما فرزندان ما نگویند که پدری ما ترسانچک بودند یا کاری نکردند و دیگر هاست. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. حیاکم الله، زنده و سلامت باشید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. الان یک چند سوال داد. بله. یک سوال دیگر من هم زم بکنم. بفرمایید. با آنها سوال، همه اونها سوال رو من داشتم. یک سوال دیگر که آیا ما تاجیک ها مثلا این حکومتی که وجود دارد در اونجا ما می توانیم زندگی کردن یا اینکه باید هجرت بکنیم؟ آیا این از دیدگاه اسلام چگونه هست؟ سوال من همین. چشم در این مورد صحبت میکنم برادر. سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. فکر کنم همین 2 سوال تا آخر برنامه کافی است. دوستان عزیز، البته ما به یاری الله متعال روزهای شنبه ساعت چند است جناب کارگردان عزیز برنامه؟ ساعت 6 است فکر کنم. ساعت 6 به وقت مکه مکرمه، 7-8 شب به وقت تاجیکستان و 7:30 شب به وقت کابل و تهران برنامه جدیدی رو شروع کردیم به نام اسلام، دین و زندگی. مهمان این برنامه جناب مولانا عبدالسلام عابد خواهند بود و مجری برنامه هم این افتخار نصیب من شده است. در این برنامه که فردا انشالله به یاری الله متعال انشالله میشه که فردا قسمت اول پخش بشه انشالله سرتکان میده کارگردان برنامه، میگن که انشالله که میشه. به همت کارگردان عزیز ما سر از فردا میتوانید این برنامه رو ببینید. هدف ما از این برنامه بیان همین مشکلات است. مشکلات تربیت فرزندان، مشکلات خانواده ها خاصن در دیار هجرت، مشکلات فکری جوانان، مسئولیت جوانان و حکم سفر کردن به کشورهای کفری و زندگی کردن در اونجا، مشکلات فکری، اجتماعی و اخلاقی که وجود دارد و این تکنولوژی جدید و مشکلات جدیدی که در زندگی ها به وجود آمده است. همه این مسائل مهمی رو که برای شما جوانان عزیز مسائل مهم هست و باید بررسی شود و بسیاری از سوالاتی که در ذهن شما هست سعی می‌کنیم در این برنامه پاسخ بدهیم. در این برنامه سعی و تلاش می‌کنیم که با جرأت وارد موضوعاتی بشیم که امروز خیلی از علما و دعوتگران شاید نمیخوان در این موارد صحبت بکنن، اما امروز یک حقیقت است، یک حقیقت، یک مشکلی است که در جوامع ما وجود دارد. میایم سر موضوع برادر عزیز و بزرگوار ما که پرسیدن مسئولیت جوانان چیست؟ جوانان ستون جامعه هستند. جوانان اصل جامعه هستند.
جوانان آینده امتها هستند. الله سبحانه و تعالی وقتی که ابراهیم علیه السلام رو ذکر میکنه میگه که ابراهیم به تنهایی خود یک امتی بود. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم یک امت بود، یک شخص بود، یک ابراهیم، یک نفر رو الله متعال امت میگه، ملت نه، اهل یک کشور نه، اهل یک شهر نه. مثلا ما میگیم ملت تاجیک، ملت افغان، ملت ایران، ملت روس، میگیم امت اسلام، امت کفر. امروز در جهان دو امت وجود دارد، یک امت اسلام است، یک امت کفر است. همه فرق اسلامی زیر امت اسلام جمع میشن و همه فرق کفر زیر امت کفر جمع میشن. یعنی الله سبحانه و تعالی ابراهیم رو، شما امروز چند 2 میلیارد مسلمان تقریبا در دنیا وجود دارد و بعضی احصا 2.5 میلیارد مسلمان وجود دارد. یک نفر ابراهیم الله متعال میگه که یک امت است و این امت یک جوان است. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. شنیدیم که جوانی بود که این خدایان ما را در پیش بود، یاد میکرد اینا رو، بهش میگن ابراهیم. یک جوان بود، یک جوانی که الله متعال میگه که این ابراهیم، این جوان امت است. امت است یعنی این ابراهیم مساوی است با 2 میلیارد انسان. این ابراهیم مساوی است با 3 میلیارد انسان. چی است این ابراهیم؟ یک جوان است. و همه پیامبران الهی انسانهای خارق العاده نبودن که چف بکنن، پف بکنن، تف بکنن، کفار شکست بخورن، دنیا گل و گلستان بشه، نبودن. مثل بشر می آمدن، جهاد می کردن، زخمی می شدن. رسول امروز یک پیر خدازده خرفت دیوانه صوفی گمراه میگه که ما با نوح و ابراهیم و با اینا همکاسه بودیم و نماز صبح رو در بیت المقدس میخوانه و ظهر رو در مکه و مغرب رو در مدینه. یک گوشه نشسته و مردم این دست و پای اینو میبوسن. رسول ما صلی الله علیه وسلم دست و پایشو کسی نمیبوسید. در جنگ احد شمشیر به دست گرفت، با کفار جهاد کرد، سرش شکسته شد، خون بر رخسارش جاری شد، دندان مبارکش شکست، پایش زخمی شد، خون از سر و روحش جاری شد. در طایف انقدر با سنگ زدن که خون از بدن پیامبر جاری شد، کفش‌های مبارکشان پر از خون شد. و این پیامبر یک جوان بود، اسمش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. موسی یک جوان بود، عیسی یک جوان بود، هارون علیهم السلام یک جوان بود. اصحاب کهف وقتی خداوند اینها رو میخواد برای ما تشریح بکنه، سوره کهف رو همه شما خواندید. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. آنها جوانانی بودند که ایمان آورده بودند به الله سبحانه و تعالی و ما بر هدایت آنها افزودیم. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم کیا بودند؟ عمر جوان بود، علی جوان بود، زبیر جوان بود، طلحه جوان بود، عبدالله ابن جحش جوان بود. همه اینا جوانهایی بودن که از سن 13 ساله 14 سالگی شروع میشد تا سن 40 سالگی. همه اینا جوانها بودن. حالا میگن مردها تا سن 40 سالگی سن جوانی است برایشون. البته خانم های محترم اگر که 80 ساله هم شدن میگن کم پیر شده است. به اصطلاح تاجیک ها میگن کم پیر شده است. یعنی اگر 80 سالگی رسید یک زن تازه خیلی کم پیر شده است. میگن کم پیر شده است. پیر که نمیشن انشالله، خانم ها اصلا پیر نمیشن. اونا که سن 80-90 سالگی رسیدن کم پیر میشن. مردها عموما تا 40 سالگی 45 سالگی اینا سن جوانی است.
مصعب بن عمیر یک جوان بود، 17-18 سالش بود. اسامه بن زید جوان 17 ساله بود یا 19 ساله بود بنابر روایاتی. فرماندهی بزرگترین لشکر اسلام، اولین لشکر عظیم اسلام که به جنگ امپراتوری روم میرفت. سلطان محمد فاتح وقت استانبول رو فتح کرد 19 سال یا به روایت میگن 27 سالش بود. جوان بود. اکثر اصحاب، اکثر تابعین، اکثر فاتحین، خالد بن ولید، ابو عبیده بن جراح، ابو هریره، اکثر این بزرگانی که بودن جوانها بودن. طارق ابن زیاد، موسی بن نصیر، کسانی که قبل از فتح اندلس فتوحاتی که اینا انجام دادن در سن جوانی بوده. پس جوانها اصل یک جامعه هستند، امید یک جامعه هستند، آینده یک جامعه هستند. به خاطر همین از دوران کودکی دشمنان اسلام رو ببینید با افلام کارتونی، با برنامه‌های اطفال، با برنامه‌های کودکان، نوجوانان در پی خراب کردن نسل جوان یک کشور هستند. نسل جوان که خراب شد، آینده یک مملکت تباه شد، آینده یک مملکت از بین رفت. پس بزرگترین مسئولیت نصیب کسانی می شود که جوان هستند، قوی هستند، می توانند تغییر بیارن در جامعه، می توانند جامعه را بسازند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از هفت گروهی که این هفت گروه که ذکر میشه، تقریبا همه این هفت گروه جوان ها هستند که در سایه عرش الله سبحانه و تعالی قرار میگیرن، روزی که هیچ سایه جز سایه عرش الله متعال نیست. سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروهی که در زیر عرش الله، در سایه عرش الله در روز قیامت که هیچ سایه‌ای وجود ندارد، الله متعال در سایه عرش قرار میدهد. میگن آفتاب به اندازه یک نیزه بر سر انسان پایین میآید. شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت الله سبحانه و تعالی تربیت شده است و بزرگ شده است. پس اسلام، قرآن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت خاصی برای جوانان و نسل جوان دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه جوانها را چیکار میکردن؟ مدال میدادن. من همیشه میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیتی بودن که فرماندهی بودن، رهبری بودن که و اینکه پیامبر الهی بودن که شک و شبهه‌ای در اون نیست، اما در اصطلاحات دنیا یک رهبری بودن، یک فرماندهی بودن که همیشه رهبر و فرمانده تربیت میکردن با دادن مدال‌های افتخار. شما یک عسکر باشید، یک عسکر سرباز باشید، رئیس جمهور شما را طلب بکند به شما یک مدال قهرمانی بدهد. یک عسکر عادی هیچ رتبه نظامی هم ندارید، این عسکر دیگه پرواز میکند در آسمان. شما سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را همیشه برای ما سیرت رو طوری آوردن که آی پیامبر رو زدن، آی این شد، آی سر راهش خار انداختن، خاکستر چون این قسمت هایی از سیرت رو برای ما برگزیدن، خواستن بیشترش روایت های ضعیف و باطل رو که ما رو در ذلت بزرگ بکنن، در خفت و در خاری بزرگ بکنن، تا اون دیکتاتور و سلطه قهری که میخوان بر بالای ما نصب بکنن رو ما قبول بکنیم به راحت، چون همینطور تربیت ما بکنن. جوانب شجاعت، جوانب مسئولیت پذیری، جوانب رهبرسازی، قیادت سازی رو در سیرت پیامبر بیان نکردن برای ما. پیامبر شخصیت می ساخت. شما تصور بکنید سعد بن ابی وقاص، جوان قریشی، در وقتی که کفار حمله کردن در احد، سپاه اسلام پراکنده شدن، این در جلوی خیمه پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده است. بعد از اینکه پیامبر زخمی شده، تیر میگیره پرتاب میکنه، تیر میگیره پرتاب میکنه به طرف دشمن. هیچ کس رو نمیگذاره به پیامبر نزدیک بشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که ارمی فداک به ابی و امی، تیراندازی کن ای سعد،
فدای تو شوم با پدر و مادرت، با پدر و مادرم فدای تو شوم. این سعد بن ابی وقاص این جمله رو از پیامبر شنید، دیگه داشت پرواز میکرد و تا آخر عمرش میگفت این جمله رو پیامبر غیر از به من به هیچ کسی دیگری نگفتن که تیراندازی کن ای سعد، فدای تو شوم با پدر و مادرم. چه مدالی بود که پیامبر به این داد صلی الله علیه و سلم. خالد ابن ولید این همه جنایت بر علیه مسلمان ها انجام داده، قبل از اسلام آمده مسلمان شده. اولین غزوه‌ای که میره و فاتحانه برمیگرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او لقب چی میدن؟ سیف الله المسلول، شمشیر برهنه الله سبحانه و تعالی. به هر یک از صحابه ببینید مدال هایی رو دادن که با این مدال ها اونها خودشون رو رهبر، خودشون رو یک شخصیت برازنده، خودشون رو یک شخصیت تغییر دهنده در جامعه احساس می‌کردن. و همین شخصیت ها بودن که در ظرف 30 سال نصفی از دنیا رو گرفتن، نصفی از دنیا رو فتح کردن. همین شخصیت ها بودن. پس اهتمام و توجه به جوانان یکی از مسئولیت‌های بزرگ پدران و مادران و مربیان و رهبران و حکومت‌های اسلامی است. اما امروز ببینیم برعکس، حکومت‌های دستشانده، حکومت‌های مزدور جوان‌ها رو با چی مشغول کردن؟ به فیلم، به سریال، به بازی‌های ورزشی، نمیدونم جام جهانی، بوکس نمیدونم چطوری، کشتی آزاد، این سگ جنگیایی که در روسیه و در بعضی از کشورها شاید بیشتر جوانان مبتلای این شده باشن، که مشغول بکنن جوانها رو به این جانب و اون مسئولیت بزرگی رو که هدف اسلام و هدف دین رسیدن به آن هست، قیادت امت باید به دست جوانهایی که در آینده تربیت میشون و مسئولیت امت رو به دست میگیرن رو انسانهای لابالی. من در یک از صحبت‌ها گفتم این رهبرانی که امروز سر ما حکومت میکنن اینا از مریخ که نیامدن، این همون جوانایی هستن که دشمنان دین در جامعه خود ما تربیت کردن. این دیکتاتورها، این حاکمان ظالمی که امروز بر مسلمان ها حکومت میکنن از مریخ و مشتری و زحل که نیامدن، از کره مهتاب که پایین نشدن. جوانهایی بودن که اینها ساختن و امروز بر گرده ملت ها همینا رو سوار کردن. یکی از مشکلات اساسی که جوانهای ما در عصر حاضر دارن بحران هویت است که در سوالایی که برادر عزیز ما در اینجا مطرح کردن نهفته است. امروز یک جوان ما ناامید است، از آینده ناامید است، از گذشته خود خبر ندارد، اصل و اساس دین را نمیداند، هدفش از زندگی را نمیداند، همینطور وامانده است که چیکار بکند، به کدام راه برود، جهاد بکند، با داعش برود، به طالبان بپیوندد، فلسطین برود، تجارت بکند، مؤسسه خیری درست بکند، حافظ قرآن شود، چیکار بکند؟ این بحرانی رو که امروز در بین جوانها ایجاد کردن، این سردرگمی رو که ایجاد کردن، هدفش چی است؟ هدفش این است که سیطره‌ای داشته باشن بر همه امت اسلامی تا وقتی که دلشان میخواد، تا وقتی که ما بیدار نشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند حالت ایش قومی رو تغییر نمیداد مگر اینکه خودشان را تغییر بدن. اسلامی که به من و تو در تاجیکستان و افغانستان ایران رسیده است، فکر میکنی که از هوا یک سفینه فضایی آمد، از داخل 4 نفر پیاده شدن ما رو مسلمان کردن؟ نه خیر. هزاران نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر جان دادن، خون دادن تا این دین به دست من و تو رسید. چه جوانهایی که در بدر، در احد و در احزاب، در حنین و بعد از اون در جنگ قادسیه، در جنگ فتوحاتی که در خراسان رخ داد، تا جنگ هایی که تا همین اواخر تا هنوز هم جریان دارد. امروز
امت اسلام و امت بشریت اصلا امروز بیدار شد به خاطر 25,000 شهیدی که در غزه به خاک و خون افتیدن. اگر این خونهای پاک نمی بود، این چهره کثیف مدعیان دروغین دموکراسی، حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق اطفال، حقوق حیوانات، اینا رو ما شما میشناختیم؟ شما رو با خدا امروز دید شما نسبت به کسایی که شعار حقوق انسان بدن، حقوق بشر بدن، با دید پارسالتون فرق ندارد. چون امروز دیدیم که این شعارهای اینها در فلسطین چطور زیر رگبار توپ و تانک و راکت های اسرائیلی نابود شد و کسی از این سازمان های مدافعی حقوق بشر و حقوق انسان صدا در نیاورد، چون اونا را اصلا انسان نمیدانن. حیوانات بشریه بهشون میگن، حیواناتی که به شکل بشر هستن. پس این خونهایی که ریخته میشه اینها نتیجه داره. نتیجه این خونهاست که ما امروز مسلمان هستیم. وقتی بعضی از این نبردها رو میبینید در جنگ پانیپت بین مسلمان ها و بین هندوها 70,000 نفر شهید میشن. 70,000 نفر آسان است؟ 70,000 نفر مجاهد شهید میشه تا امروز پاکستان مسلمان باشه. پس این دین، این ارزش هایی که امروز برای ما رسیده به خون جوان ها رسیده است، به خون کسانی که از جان و مالشان به خاطر دین گذشتن. به خاطر همین بزرگترین مسئولیت امروز متوجه نسل جوان هست. امروز فرزندانتان را طوری تربیت بکنید که خالد ابن ولید شوند، مصعب ابن عمیر شوند، نعمان ابن بشیر شوند، ابو عبیده بن جراح شوند. یک روزی بعد از فتوحاتی که حالا سرزمین های اسلامی وسعت پیدا کرده بود تا فلسطین، شامی مناطق فتح شده بود، روزی در مدینه آخر ایام زندگی امیر مومنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بود. نشسته بودن با صحابه، با یارانشان، گفتن هر کدام از شما یک آرزو بکنید. یکی گفت که یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، آرزو میکنم که این خانه پر از طلا و جواهرات باشد که در راه خدا خرج بکنم. یکی آمد گفت آرزو میکنم که این خانه پر از فلان چیز باشد که در راه خدا خرج بکنم. یکی گفت این خانه پر از شمشیر باشد، یه خانه گفت پر از فلان باشد. هر کسی که آرزویی کرد. همه که آرزوی خدا گفتن. یکی پرسید گفت یا امیرالمومنین، شما چه آرزو دارید که این در این خانه چی می بود بهتر بود؟ چشمان امیرالمومنین پر از اشک شد. گفت آرزو می کنم که ای کاش این خانه پر از جوانانی مثل ابو عبیده بن جراح می بود، فاتح فلسطین، فاتح شام. ای کاش این خانه پر از جوانانی امثال ابو عبیده بن جراح می بود رضی الله تعالی عنه. وقتی که ما تربیت صحیح اسلامی نداشته باشیم، جوانانمان را تربیت صحیح اسلامی نکنیم، همین میشه که وقتی که بزرگ شدن میگن چی کار بکنیم، به کدام راه برویم. ببینید برادر عزیز، شما میگید که مثلا وارد سیاست شوم، عالم دین شوم، تجارت بکنم، جهاد بکنم، مؤسسه خیریه باز بکنم، هجرت بکنم، یا عائله و خانواده خودم رو بگیرم در یک گوشه دنیا آرام زندگی بکنم. کدام از این کارها رو انجام بدم؟ برادر عزیز، دین اسلام دین شامل است. دین اسلام یک دین کامل است. هر موقعی که یکی از ستونهای این دین رو، یکی از خشتهای این دین رو بردارید یا قبول نکنید یا عملی نکنید، این بنا هیچ وقت به پایه تکمیل نمیرسد. دین ما دین جهاد است. هر مسلمانی باید فکر جهادی داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی اگر
نیتش این باشد که در راه الله متعال شهید شود و در بسترش بمیرد، از اجر و پاداش شهادت بی نصیب نمی شود. یک مسلمان باید همیشه به فکر جهاد باشد، همیشه خودش رو یک مجاهد احساس بکند در همه میادین. یک مسلمان باید قوی باشد از نگاه مادی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف. مؤمن قوی بهتر است از مؤمن ضعیف. ید العلیا خیر من ید السفلی. دستی که بالا باشد و میدهد بهتر از دستی است که پایین است و میگیرد. به خاطر همین در جهاد و جاهدوا بانفسکم و اموالکم، نه، و جاهدوا باموالکم و انفسکم. چرا مال را قبل از نفس آورده است؟ چون مال نباشد جهاد نفس از کجاست؟ مال نباشد سلاح از کجا پیدا می شود؟ مال نباشد ماشین و سلاح و تجهیزات نظامی از کجا پیدا می شود؟ مال را در اینجا بر جهاد نفس، جهاد مالی را مقدم دانست، چون که این مال است که مجاهد را آماده می کند و تجهیز می کند. پس یک مسلمان هم باید فکر جهاد داشته باشد، هم خودش رو در راه دین یک مجاهد بداند، هم ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت از دنیا رو فراموش نکن. همیشه سعی کند که مال حلال، رزق و روزی حلال سعی و تلاش بکند که به دست بیاورد. لیس للانسان الا ما سعی. سعی و تلاش بکنید تا مال حلال به دست بیارید و شما به مردم انفاق بکنید. وارد سیاست بشویم یا نشویم، مگر سیاست از دین جداست؟ امروز این شعار لیبرال ها و منافقین و دشمنان اسلام هستن، میگن که دین سیکولاریسم باید باشد، دین از سیاست جدا باشد، دین منحصر باشد در همون مسجد و مدرسه و سیاست به دست بیدین ها باشد که اصلا به دین ارتباط نداشته، چون فردا اونها که سر سیاست آمدن برن مسجد و مدرسه رو در سر دیندارا خراب بکنن. در تاریخ همین کارو کردن. امروز بیدین هایی که در کشورهای اسلامی حاکم هستن مگر به مسجد و به مدرسه رحم میکنن؟ دو طبقه در جامعه ایجاد کردن، رجال سیاست و رجال دین، مردان سیاست و مردان دین، و اینا رو به جان هم دیگه انداختن. یک گروه لیبرال و سیکولار و پیشرفته و متمدن، گروه دیگه عقب مانده و متحجر و کهنه فکر. دین ما، هر کدام ما باید فکر سیاسی داشته باشیم. من بسیار خوشم آمد از یک جوانی که 2 پسر داشت. گفتم این پسرات میخوای چیکاره بکنی؟ همه ما شما عادتا میخوایم دکتر بشه، میخوایم مهندس بشه. گفت من میخوام پسرم رئیس جمهور فلان کشور بشه، اون کشوری که در اونجا زندگی میکنه، یک کشور کفری. گفت در همین راستا تلاش میکنم، سعی میکنم فرزندم رو میرسانم درس بخونه، وارد سیاست بشه تا رئیس جمهور اون کشور بشه. گفتم جدی این فکر رو میکنی؟ گفت بله. گفت تا قدرت این کشورها رو ما به دست نگیریم نمیتوانیم در رو تغییر ایجاد بکنیم. پس اسلام دین سیاست است. هر مسلمانی سیاستمدار است، هر مسلمانی حق داره در سیاست مداخله بکنه. در دین ما دین از سیاست جدا نیست. دین ما سیاست ما، سیاست ما دین ماست. کسانی که آمدن دین را از سیاست جدا کردن، هدفشان این بود که یک عده، پس از دیگه 100 سال تجربه کردیم سیکولاریسم در کشورهای اسلامی، دیدید که عاقبت ما چی شد. هنوزم باید بگیم که ما به سیاست کار نداریم؟ نه خیر، کار داریم. هر کدام از امت اسلامی، هر کدام ما جوانان خودمون رو باید طوری تربیت بکنیم که هم مجاهد است، هم سیاستمدار است، هم پولدار و ثروتمند است، هم تاجر است و هم عالم دین است. من در یک صحبت‌ها گفتم که قدرت دست من باشد، هر چه مدرسه دینی است باید خراب بشه. یک عده احمق اومدن ببینید محمد انصاری دشمن مدارس دینی است. ما در اسلام چیزی به اسم مدرسه دینی و مدرسه عصری نداریم. بدبختی ما از همینجا شروع شد که مدرسه دینی درست کردن، از اونجا ملا تولید کردن، مدرسه عصری درست کردن، از اونجا کافر تولید کردن، سیکولار و لیبرال تولید کردن، دکتر و انجینر و مدیر ما بیدین
از مدرسه دینی هم ملای کهنه فکر متعجر راست میگن. 10-12 سال درس خوانده، هنوز از 4 کتاب خارج نشده. مفتخور جامعه، خرچشان هم باید ملت بده. در کجای دین گفته این رو؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسند حکومتداری سیاستمدار بود. در وقت جهاد فرمانده نظامی بود. در مسجد عالم دین بود. بعضی پوزش در مورد صحابه میگن که کانو رهبان اللیل و فرسان النهار، جنگاوران اسب سوار در روز بودن و راهبانی که عبادت الله متعال را میکردن در شب. یک مسلمان باید به همه این جوانب زندگی خودش فکر بکنه. هدف یک مسلمان در زندگی نه سیاست است، نه جهاد است، نه تجارت است، نه دعوت است و نه ساختن مؤسسه خیری است، نه رفتن با عائله در یک گوشه نشستن و زندگی کردن است. هدف مسلمان اعلاء کلمت الله باید باشد به هر وسیله ممکن. همه مسلمان ها وظیفه دارن که علم دین حاصل بکنن به اندازه نیازشون. در همه مدارس ما باید کتب دینی تدریس بشه در کنار فیزیک و ریاضی و کیمیا و بیولوژی و جیولوژی و غیره. تا 100 سال قبل ما مدارس عصری و مدارس دینی نداشتیم. همه این علوم در مدارس تدریس میشد و امروز در بعضی از کشورها تدریس میشه. طرف دکتر هست، مهندس هست، حافظ قرآن هم هست. مگه چه اشکالی دارد؟ چه تعارضی دارد؟ هدف یک مسلمان در زندگی اعلاء کلمت الله هست به هر وسیله ممکن. تو تاجری که پول داری، تجارت داری، درآمد داری، تو با پولت میتونی در راه اعلاء کلمت الله کمک بکنی. تو کسی که جوانی که قدرت داری، نیرو داری، زور بازو داری، تو میتوانی که با جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، تا جهاد بگی مردم فکر میکنن که حالا یک کلاشینکوف دستت بگیر برو اونجا تق و توق بزن مردم بکش. نه، این نیست. این افضل ترین جهاد جهاد مسلحانه است. جهاد با نفس است، جهاد علمی هست، جهاد سازندگی است، جهاد تربیتی است. امروز ما باید فکر میکردم یک روزی ای کاش بشه که یک مهد کودکی بسازن مسلمان ها. هست در بعضی کشورها ساختن، دیدم، اما با اتجاهات فکری خاصی. مهد کودک هایی بسازن که کودکان ما از سن 4 سالگی 5 سالگی در این مهد کودک با دین، با اسلام آشنا بشن. ما امروز نیاز به جهاد رسانه‌ای داریم. امروز در کل جهان ببینید همین هاتبرت و نایسات و گلکسی و تلسات و همینا رو چک کنید برید 7-8 هزار کانال تلویزیونی است. چند تاش کانال اسلامی است؟ همین جهد و تلاش فردی است. من یا یکی دیگری با هزار مشکلات یا در یوتیوب یا در سوشال میدیا یا در یک کانال 1-2 ساعتی برنامه زنده داشته باشیم. چرا امروز ثروتمندان، پولداران امت اسلامی در ساختن یک کانال اسلامی سهیم نمیشن؟ هزاران کانال کفر و الحاد و فسق و فجور و بداخلاقی وجود دارد. هر کدام از مسلمان ها دعوتگر هستند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه رو یاد نداری؟ بیشتر از مسلمانی نیست که مثلا حداقل 7-8 سوره کوتاه قرآن رو یاد داشته باشد. یک آیه رسول الله میفرمایند اگر یاد داشته باشید به مردم برسانید، ابلاغ بکنید. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. جهاد امر به معروف و نهی از منکر باید بکنید. شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر میکنید. آیا این مسئولیت ما نیست؟
مسئولیت تک تک امت اسلامی نیست؟ امروز این مسئولیت رو فراموش کردیم. به خاطر همین از کنار خیابان رد میشیم، فسق هست، فجور هست. کدام ما جرأت میکنیم بیستیم بگیم خواهر برادر این کاری که شما میکنید مخالف دین است، جمع کن، این چه وضعیتش است؟ نه، آزادی شخصی است. برای تو که در مقابل زن و فرزند من میای فسق و فجورت رو آشکار میکنی آزادی فردی است. برای منی که اینا رو دوست ندارم برای من آزادی فردی نیست. آزادی فردی فقط برای فسق و فجور و فحشا و منکرات شما هست. با همون منطق خودشون باشن باید گپ زد. در کشورهایی که ملاها، دیندارها، علما، دعوتگران سیاست رو ترک کردن، سرنوشت و کشورها به کجا رسید؟ عاقبت همه همون ملاها و دعوتگرا یا کشته شدن یا زندان شدن، پوسیدن در گوشهای زندانها. دین ما دین جهاد است، دین حکومت است، دین سیاست است، دین تجارت است. اصلا دین ما یک دین شامل است. این شمولیت دین را هر موقعی که ما فراموش کردیم و عملی نکردیم در جامعه شکست میخوریم. مثل بسیاری از حرکت‌های اسلامی از تأسیسشان 100 سال میگذرد، 90 سال، 80 سال میگذرد. چرا ناکام هستند؟ چرا اخوان المسلمین ناکام است؟ من امروز بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، جماعت اخوان المسلمین با وجود همه زحماتشان، با وجود همه فداکاری‌هایشان که قابل قدر است، مفکرینشان، علمایشان زندان رفتن، سعی کردن، تلاش کردن، کتاب‌ها نوشتن، کارهای فرهنگی تربیتی کردن، اما یک جماعت شکست خورده است. چرا اسلام رو ناقص گرفتن؟ اصلاح الفرد، اصلاح الاسره، اصلاح المجتمع، اصلاح شخص، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه. چی شد؟ 80-90 سال در مصر این کار رو کردن، آخر یک شبه آمدن انقلاب کردن، همه را دستشان گرفتن. چون که جهاد رو وعدوا لهم ما استطعتم من قوه رو فراموش کردن. فکر کردن هر کار تربیتی و اخلاقی بکنیم آخر ما قدرت رو به دست میگیریم. نشد، دیدیم که نشد. جماعت اسلامی پاکستان، سید ابوالعلای مودودی در قاشب قاره هند، از تأسیس این جماعت تقریبا چیزی در روزی 100 سال میشه. چیکار کردن؟ مسخره عالم شدن آخر. امروز باور کنید صندوق بگذارید یک رقاصه در پاکستان رأی میبره، امیر جماعت اسلامی رأی نمیبره. چرا؟ باور کنید این کار شده. در پاکستان رقاصه بر علیه یک ملا، بر علیه یک دعوتگر تابع جماعت اسلامی پاکستان که مؤسسش سید ابوالعلای مودودی رحمت الله علیه که یکی از رهبران بزرگ حرکت اسلامی شبه قاره هند و پاکستان است، پیروز میشه. چرا؟ بعد از 100 سال. پس این دعوت یک دعوت ناکام است. این حرکت یک حرکت ناکام است. بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، هر حرکتی، هر دعوتی، هر گروهی که بعد از 23 سال نتوانست به اهداف خودش برسد، این یک دعوت ناکام است، یک گروه ناکام است، یک حرکت ناکام است. چرا؟ شاید بعضی بگید محمد انصاری 23 سال رو چرا از کجا آورده؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 23 سال از صفر شروع کردن، نصف دنیا رو گرفتن. تویی که 100 سال هست داد از اصلاح میزنی، چیکار کردی؟ در کدام کشور قدرت داری؟ اما کشورهایی که از طریق انتخابات و چیزایی که به قدرت رسیدین، آیا به شما قدرت رو دادن؟ همین حماس مگر در فلسطین به قدرت نرسید در انتخابات؟ چرا محاصره کردن در غزه، قرار دادن حکومت دادن به دست 4 تا سیکولر بیدین؟ در مصر همین کار نشد، در انتخابات برنده شدن. چرا کودتا کردن؟ یک قاتل جانی رو آوردن. در جزایر مگر در سال 1994 نشد؟ جبهه نجات اسلامی انتخابات رو نبرد، کودتا نکردن، همه رهبران جبهه نجات رو زندان کردن. در اردن، در خیلی از کشورها، در لبنان، در سودان. پس این حرکت ها چون یک حرکت های شامل نبودن، اسلام رو با اون شمولیتش پیاده نکردن، شکست خوردن. دین ما یک دین کامل است، دین شامل است، شامل همه این مواردی که ذکر کردم.
مال برای ما مهم است، جهاد برای ما مهم است، علم دین برای ما مهم است، تکنولوژی برای ما مهم است، علوم عصری برای ما مهم است. امروز ما چرا باید محتاج کفار باشیم؟ تانک از اونا بیاریم، سلاح از روزی هم که نخواستن نمیدن. روزی که نخواستن نمیدن. یک محاصره اقتصادی میکنن، آقا یک گلوله هم نفروشید، مجبوری خودت درست بکنی و خودت از کجا درست میکنی؟ تو نه مهندس تربیت کردی، نه کارخانه درست کردی. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقتی الله سبحانه و تعالی میفرماید این قوه چی است؟ این نیرو هست، این سلاح هست، این تکنولوژی است که مسلمان ها درست بکنن. تعدادی از صحابه آمدن گفتن که پیش امهات المؤمنین آمدن رسول صلی الله علیه و سلم چطور عبادت میکنن؟ گفتن که والا شب تا صبح نماز میخوانن و فلان. امهات المؤمنین ذکر کردن. اینا عده‌ای گفتن که ما دیگر اصلا ازدواج نمیکنیم. عده‌ای گفتن که ما دیگه همیشه روزه میگیریم. یکی دیگری رو خبر شدن که رفته در یک جایی رو انتخاب کرده خارج از مدینه، در بین یک کوه، در یک جای سبز و خوش آب و هوا نشسته که من ترک دنیا میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا رو خبر شدن، صدا کردن بیاید اینجا. شما هستید که این حرفا رو زدید؟ من از شما متقی تر هستم، اما نماز میخوانم، روزه میگیرم، خوابم میکنم، ازدواجم میکنم، زندگیم میکنم. در اسلام رهبانیت نیست که والا شما فکر میکنید مسئولیت شما تمام شد که عائلت گرفتی رفتی در روسیه اجرت کردی، در گوشه کنار یک مسجد یک کلبگکی رو گرفتی، صبح کار کردی، شب آمدی در خانه نشستی، 5 وقت نماز هم خواندی، بچه‌هات هم حافظ قرآن شدن. خلاص مسئولیتت ادا شد در قبال امت اسلامی؟ نه خیر. خیلی آسان است، اینو هر کس میتونه انجام بده. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. شما در قبال زنت مسئولی، در قبال فرزندانت مسئولی، در قبال امتت مسئولی، در کشورت مسئولی، در مقابل الله سبحانه و تعالی مسئولی. سوال آخر بیننده عزیز ما این بود که آیا از حکومت تاجیکستان مثلا هجرت بکنن؟ ببینید شروط هجرت این است که شما در جایی نمیتوانید شعائر دینتان را انجام بدید. شما را نمیگذارن نماز بخونید، نمیگذارن روزه بگیرید، نمیگذارن قرآن بخوانید. در اون موقع شما میتونید هجرت بکنید و این شرایط فعلا در همه جای تاجیکستان نیست. حالا بعضی تصرفاتی شاید باشد در بعضی جا مردم را اذیت بکنن به خاطر حجاب و ریش و فلان، اما یک چیز عام نیست. و امروز این کسایی که اکثر کسایی که رفتن هجرت کردن مثلا به روسیه و فلان جا رفتن، این هجرت ها هجرت فی سبیل الله نیست، اکثرش به خاطر کار رفتن. فردام که برگردن تا تاجیکستان کسی با اینا کاری ندارد. هجرت به خاطر الله این است که ما در اربعین نووی در اولین حدیثی که است انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى الى آخری، فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و فمن كانت هجرته الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. یک مردی بود مدینه آمده بود، صحابه رو مسخره میکردن. خبر به پیامبر رسید، گفتن چی شده؟ گفتن این به خاطر یک دختری که ام قیس نام داشت، به خاطری که با او ازدواج بکنه مهاجرت کرده به مدینه، به خاطر الله و رسول هجرت نکرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث مبارک رو، این سخنان مبارک رو که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن برای ما فرمودن که انما الاعمال بالنیات. شما نیت مردم خبر ندارید، عمل انسان به نیت انسان تعلق دارد. اگر اجرتت به خاطر الله و رسول بود، پس اجرت به خاطر الله و رسول از پاداشش رو میگیری. اما اگر اجرتت به خاطر دنیا بود، به خاطر نکاح بود، به خاطر یک رتبه و مقام بود، به خاطر تابعیت گرفتن و پاسپورت گرفتن بود، فهجرت تو به خاطر همون چیزی است که در نیت تو هست. به خاطر همین من همیشه به دوستانی که به اروپا و آمریکا اینجا هجرت میکنن یا سفر میکنن میگن که والا چیکار بکنیم؟ حالا ما مبتلا شدیم رفتیم اونجا. نیتتون دعوت باشه. حداقل هفته یک روز خودتون رو فارغ بکنید، زبان میفهمید، انگلیسی، روسی، هلندی، زبانهای فرانسوی، آلمانی میفهمید، برید دعوت بکنید. یه 4 کلمه از اسلام یاد بگیرید و مردم برسانید. بالا این کارو نمیتوانیم بکنیم، خب بگیرید 4 تا کتابی که
در مورد معلومات در مورد اسلام هست به زبانهای خارجی، این رو بگیرید در بین مردم توضیح بکنید. هفته یک روز نیت دین باشه والله من امروز مبتلا شدم، در این کشور کفری زندگی میکنم، اما نیت من دعوت به سوی تو است، این از دست من برمیاد، این کاری که من میتوانم انجام بدم. و بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان میگه آگاه هست به آنچه در نفسش وجود دارد. من نمیتوانم بگم که والا هجرت شما هجرت هست یا هجرت شما هجرت نیست. شرایط رو شما میبینید، وضعیت رو شما میبینید، هدف و شرایط هجرت رو هم میدانید. پس اگر هجرتتان به خاطر الله و رسول باشد، به خاطر الله و رسول است. اگر هجرت به خاطر دنیا و به خاطر تجارت و به خاطر تابعیت فلان کشور باشد، فهجرتکم الی ما هاجرتم الیه. دوستان عزیز اشاره می کنم مثل این که وقت برنامه ما تقریبا به پایان رسیده. تشکر می کنم از همه عزیزانی که بیننده برنامه ما بودن و انشالله امیدوار هستم که در هفته‌های بعد بیشتر بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم و صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم. روز سه‌شنبه انشاءالله با برنامه آن روز که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و موضوع برنامه هم خیلی موضوع مهمی است. حتما به دوستان و آشنایانتان اطلاع بدید. بعضی انسان‌های دجال به نام ملا و قاری قرآن و اینها پیدا شدند، خاصا در کشورهای اروپایی، و علاج با قرآن کریم برنامه‌هایی را میندازند و ادعا میکنند که انسان‌های شل و کور و گنگ و امراض گوناگون رو توسط قرآن علاج میکنند. در مورد این دجالای دین فروش انشاءالله یک برنامه ویژه‌ای داریم با فیلم و عکس و وثایق انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و روزهای شنبه برنامه اسلام، دین و زندگی رو فراموش نکنید، ساعت 6 به وقت مکه مکرمه. انشاءالله بعد از این سعی خواهیم کرد از شنبه تا جمعه تقریبا هر روز یک برنامه زنده یا من یا یکی از اساتید گرامی که با ما هستن در شبکه داشته باشن. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، من از دعای خیرتون فراموش نکنید و الله سبحانه و تعالی به تک تک شما عزیزان سعادتمندی در دنیا و آخرت را نصیب بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. ماه‌های حرام کدام ها اند و چه جایگاهی در اسلام دارند؟ الله متعال ماه‌ها را آفریده و به تعدادی از این ماه‌ها فضیلت و ویژگی‌های خاصی قرار داده است. از این میان 4 ماه آن ماه حرام می باشد که شامل ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم می شود. صحابی جلیل القدر ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید ارتکاب گناه ها و انجام عمل نیک و ثواب آن در این ماه خیلی بزرگ حساب می شوند. بنابراین بر هر مسلمان لازم است تا در ماه حرام رجب کوشش نماید جداً از محرمات دوری نموده و انجام عمل نیک را افزایش دهد. در این میان از بدعت‌ها و اشتباهاتی که بسیاری از مردم در این ماه انجام می‌دهند باید پرهیز نمود. مانند تخصیص این ماه به نمازی که بر غایب مشهور است. امام نووی در این مورد می‌گوید این یک بدعت زشت و یکی از منکرات بزرگ میباشد. یا تخصیص روز 27 این ماه به روزه گرفتن یا جشن گرفتن این شب به زعم اینکه شب اسراء و معراج باشد. حافظ ابن حجر میگوید هیچ حدیثی صحیحی که دال بر روزه معینی در این ماه و یا نماز خواندن در شب مخصوص در این ماه باشد
وارد نشده است. پس بر مسلمان لازم است تا آنچه مطابق به سنت است انجام داده و از اعمال بدعت و منکر اجتناب نماید. الله متعال می‌فرماید: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و بدانید که این راه راست و درست من است، پس از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی نکنید. این هاست که الله شما را به آن سفارش کرده است. باشد که تقوا پیشه کنید و در امان بمانید.